ترکی 48 بگم کات نمیدونیم بگیم بله بچه‌های با استعداد و ژنی به من گفتن که صحبت کنم در مورد کمک کردن به کودکان باهوشتر. اگه همه درس بخونن وقت تکلیف زندانا چی میشه؟ طبق آمار غیر رسمی 2,600,000 کودک کار در ایران وجود دارد. خب حالا مفهوم شما از این جمله چیه؟ منظورم اینه که منظورم چیه؟ همین که الان اسم بنیاد یه چیز خیریه رو میشنوم میگم اینو واسه چی؟ واسه چی کار خیریه رو انجام میدن؟ تو این اوضاع با این همه گرفتاری، مشغله، داد، بیداد، فکر میکنم احساس گناهی که با خودمون از صبح تا شب میکنیم فکر کنیم با کمک کردن به دیگران یکم خودمون رو وجدانمون رو تسکین. داداش من یک گرسنگی مرد کمکش نکردی. حالا میخوای چی رو جبران کنی؟ همان کس که پرچم در دست داشت. درست دارم میگم؟ اگر نسلش بر افتاده بود تا الان کیو میگی؟ فقر و بدبختی و بیچارگی بچه‌ها. همین. بابا پسری دیگه باید بری سر کار. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. دختر دیگه بالاخره باید شوهر کنه. برامون عادت بشه که بچه‌ها سر چهارراه کار کنن. بچه‌ها حق دارن که بچگی کنن، بچه‌ها حق دارن بی مسئولیت و بی خیال باشن. همه اسباب بازیات و لای بغچه پیچیدم. روزای قشنگ بچگی تمومه. آخرش باید بره سر کار. حالا 10 سال 20 سال زودتر. اگه میخوای اوضاع همینطور که هست باقی بمونه اصلا کمک نکن. کمک نکنی یا مگه چی کاره؟ قرعه کشی داشته باشه، بهره داشته باشه، 20 و چند درصد به علاوه یه فلات سود نداره، اضافه نمیشه، قرعه کشی نمیشه، جایزه بهم نمیدن. شما رو فرض کن که ما کمکم کردیم. از کجا معلومه برسه دست اهلش؟ اعتماد ندارم به خدا به کسی. برداریم عینکو. برداریم. یکی واسه عینک هم بردارم یه جایی کم آدم خوبه بشم. بیشتر بهتون میاد. آقا این عینکه هیچ ربطی به زندگی من نداره. این عینک آفتابیه، اصلا به خوبی و بدی ربطی نداره. شاید تمهیدیه برای اینکه این مسئله رو مطرح کنید که به کودکان باید کمک کرد. بالاخره باید کمک کرد یا نکرد. اینا چیه به من گفتین که بگم؟ میدونی دارم گیج میشم. با 2 تا گل بهار نمیشه. اصلا اول بهار میشه، بعد یه گل میاد خبر میده که بهار شده. مگه فایده ای هم داره؟ به نظر من که فرقی نمیکنه. اصلا فایده ای نداره. یکی دوتا نیستن که. فرق میکنه. به اندازه یه آدم فرق میکنه. کجا رو میگیره؟ دنیا رو به کودکان بدهیم. دست کم برای آنها جهان را از ما خواهند گرفت و درختان جاویدان بر آن خواهند کاشت. نمیشه که همینطور ول کرد و من نمیتونم و نمیدونم. من گمان میکنم همکاری و همراهی در این راه کار خیلی سختی نباشه. استعدادهای خیلی زیادی هستن، توانایی‌های خیلی زیادی وجود داره که از حداقل شرایط محرومن. اینطوری بگو کاری نداره که به امید خدا مشکل ریشه کم بشه و بره پی کار. اصلا اینجوری نیست که باید کار اساسی کرد. ولی سهراب سپهری میگه قدیما زور خدا بیشتر بود. میخوای بگی قهرمانی، میخوای بگی مشتی هستی، میخوای بگی رستمی، تختی هستی، پوریای ولی هستی، زکی، آقا چایدی وا بده. بالاخره یه طوری میشه دیگه. یه شعری هست که والا از ما گذشت و رفت ولی کم تو روزگار فکری به حال خیش کن. این روزگار نیست. نمیدونم چیکار کنم تا تاثیری قرار بدم. ببین الان آنلاین رو خط. حداقلش اینه که میتونی ایمیل این فیلمو لینک کنی برای چی؟ اگه اینجوری آدرس تو واسه 5 این خیلی جمله سختیه. لینک فیلم رو ایمیل کنی. لینک فیلم رو ایمیل کنی. روزی مگه 20 تا جوک فوروارد نمی‌کنی؟ اول یکیش، آخر یکیش، به جای یکیش اینو بذار. اگه خیلی پایه شدی آدرسشو واسه 5 تا از دوستات ایمیل کن. چی شد؟ ایمیل که داری آدرسشو واسه 5 تا از دوستات ایمیل کن. آیه شدی؟ بعد اون 5 تا هم ایمیل کنن برای 5 تا دیگه خیلی کار کردی. آیه شدی چیه؟ این قرچی بازی ها کدومه؟ 5 قطره اضافه میشه. ریاضی خوندم میدونم. زودتر دریا میشه وانگلی. میتونی برای سابجکتش هم بنویسی اگه نخونی سوسک میشی. اگه نخونی و واسه 5 نفر دیگه نفرستی سوسک میشی از اونم. آقا اصلا این کارا چیه؟ این حرفا چیه؟ گفته باشم سوسک میشی خودم. این ادبیات چیه؟ اینا بدآموزی داره. اصلا میتونی بذاری رو واله تو فیسبوک. الان هم که دیگه خدا رو شکر همه جا فیلتر خلاص با یه متن جذاب که لایک خورش هم خوب باشه. زیر 100 تا لایک افت داره ها. گفته باشم یه نوت بذار در و همسایه رو تگ کن مثل همه بفهمن چه اشکال داره. حالا کمکم کردم از کجا معلومه برسه به دستش؟ نترس. ببین
دیدنش مجانیه، پولم نمیخواد، فیلترم نیست. منم دنبالشم. آدم واقعیشو به من نشون بدی. من یه جای خوبی میشناسم. برو آماراشونه ببین، کاراشونه بخون. البته جای خوب زیاده، اما اینو من میشناسم. یه جایی هستش که کمک میکنه بچه‌ها درس بخونن. بابا لنگدراز یادته؟ بابا لنگدراز یادته؟ اینجوری میشی بابا لنگدراز 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، یا حتی چندین نفر. یه لیست عریض و طویل دارن از بچه‌های گوگلی دوست داشتنی با استعداد. میتونی توی سایت انتخاب کنی اون بچه‌ای رو که دلت میخواد در آینده خوشبخت باشه. هر 6 ماه یه بارم یه گزارش بهتون میدن که کمکتون چجوری استفاده شده. آدرس وبسایتش اینجاست. نگو گم کردم میگه یه آدم رفته از این حرفا. childf.org. میبینی یا بخونم بسن؟ child که یعنی بچه، f هم اول فاندیشنه دیگه، orgش هم معنی کنم اون یه پسمنده دیگه. گوگل و یاهوت اگه تموم شد یه سری به این بزن. این همه دانلود کردی چی شد؟ یه دفعه آپلود کن. برید بنیاد کودک سر بزنید. همین. کات. خیلی خوب بچه‌ها بس. خدا خیرتون